مثل که امروز بازم چیزی نشد. هر روز میگردم، بسیار سخت شده. چی کنم؟ قندی لالام، تشویش نکو. پشت هر سختی آسانی است. از طعامی که خوشایندشان است به مسکین و یتیم و اسیر میدهند و میگویند ما شما را به خاطر وجه الله اطعام میکنیم و از شما انتظار مزد و تشکر نداریم.